بعد از اون کروشنی یک قاشق مربا خوری کروشنی میندازم. خب فکر کنم که آب به جوش اومده و آماده که مکرونیار بندازم داخل دیگ. باید متمادل همین قسم دیگر شور بدیم تا ای که چی نشه، با هم دست نده نپیونده، که اگر اینا دست بده بپیونده دیگه باز نمیشه. و فعلا به جوش اومده مکرونیامو در حالتی که همین قسم با ضربه خیلی اندکی میده میشه. مکرونیامو آماده شد، باید اینا رو بکشیم. قسمی که میبینیم مکرونی داخل چلساف بالا کشیدیم، یک سطل یک جک او یخ روی ریختیم و بعد از اون لابه که درست کرده بودیم کاملا خیلی میکنیم روی خیلی میکنیم او نمیریزیم، کاملا او امیر لابه که درست کردیم خیلی میکنیم از ته به هم میزنیم. خب به هم میزنیم که از ته همه به هم لاب ما یک دست شه، کاملا که به هم زدیم لاب ما یک دست شد دیگه مکرونی ما درسته، کاملا آماده به دم میکنیم برای 1 ساعت الا 1.5 ساعت مکرونی باید به دم شه دیگه مکرونی ما کاملا. و آروم آروم دیگه ما به جوش اومده میجوشه تا روغن ما سرخ میشه ما شما مکرونی خود میشکنه. کروشنی میندازونیم، بعد از این دیگه میدیم که چیار درست کنین، ادوه و روغن یار درست کنیم به خاطر تایی به جوش میآید. و حالا میایم 1 قاشق 2 قاشق 3 قاشق. دوستان من روغن سرخ کرده داشتم، از روغن سرخ کرده استفاده کردم. اگر شما هم روغن سرخ کرده داشتیم از روغن سرخ کرده میتونیم استفاده کنیم. 1 قاشق روب میندازونیم، 1 نصف قاشق دیگه میندازونیم. برای 2 پاکت مکرونی میتونیم 1 نصف قاشق روب استفاده کنیم. و حالا 1 قاشق هم ادویه 4 مساله استفاده میکنیم. و 1 قاشق هم روب استفاده میکنیم و اندازه 2 گلاس هم آب جوش میدازیم. دوستا پیش از اینا باید زیاد بلند باشه، نه باید هم زیاد کم باشه، به همین مقدار
پیچ باید باشه میگذاریم که جوش بخوره یک چند دقیقه و آب جوش خورم اضافه میکنیم 1.5 قاشق الا 2 قاشق 1.5 گلاس الا 2 گلاس بیشتر اضافه نکنیم آب دیگه همین قسم باشه که تا به جوش بیایه